قرار اول چی بپوشیم؟ بچه‌ها تا آخر ویدیو با هم همراه باشین. میخوام 3 تا نکته کلیدی هم بهتون بگم که اصلا نباید انجام بدین. قرارا کلا به 2 دسته کاری و دوستانه تقسیم میشن. بهترین استایل برای قراره کاری استایل مینیمال و کلاسیکه. من برای این استایل شلوار مشکی راسته انتخاب کردم. برای قسمت بالا تنه یه شومیز سفید رنگ پوشیدم. برای کفش از کفشایی استفاده کنین که یکم پاشنه دارن و نوک‌تیزن و از زیر شلوار دیده میشن. کسایی که دوست دارن با این استایل شال سرشون کنن به این نکته توجه کنن که باید حتما 2 طرف شال رو بندازن پشت لباس. حالا برای دیتای دوستانه که میخوایم یکم راحت‌تر و کژوال تر باشیم میتونیم همین استایل رو اینجوری تغییرش بدیم. تاپ از زیر کت، شلوار جین و کفش کالج. برای این استایل بهترین انتخاب کیفای کوچیکن. حالا 3 نکته‌ای که توی دیت اول اصلاً نباید انجام بدیم. 1. آرایش غلیظ. 2. لباسای خیلی تنگ یا خیلی اوورسایز. و 3. اکسسوری زیاد.